درود به همگی سلامتین. چه خبر؟ بعد جایی هم خوش اومدید این ویدیو جدید. میخوام داخل این ویدیو با هم دیگه بریم یه گیم پلی ترسناک، یه بازی ترسناکه روی استیم هم رایگان، سیستم آنچنان قوی هم نمیخواد. اگه خواستید خودتون برید بازی کنید، بازی جالبی به نظر میاد. نایتمر فایلز کلاب یعنی دست زدن. بسته. بریم سراغ گیم. آقا یه سوال، یه چیزی هستش که کانتینیو من یه پلی زدم ببینم اصلا چیه، اصلا لگ میزنه نمیزنه. لگ نمیزد خدا رو شکر. آره یه پلی زدم ببینم لگ میزنه. الان ضبطیم؟ آره الان ضبطیم. بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سعی میکنیم بلند صحبت کنیم داخل خونه. آره صدامون بیاد چون که میکروفون نداریم. خب میگه که اکتبر 8 اکتبر 1984 من دیدم یه تبلیغات دیدم. داره میگه یه جاب جدید بود. یه دیدم که یه دونه شغل به من پیشنهاد داد مثلا برای هاوس ستینگ اینجا زده. یعنی مثلا ببینید میگه که من داخل روزنامه یه تبلیغاتی دیدم در مورد یه شغل جدید، شغل هاوس سیتینگ اگه اشتباه نکنم، که میشه همین خونه داری. یعنی مثلا میرن اونایی که میرن خونه رو تمیز میکنن و یه مدت یا یه روز دور خونه میمونن، وقتی که نیستی خونه از خونه مراقبت میکنن. یه پول خوبی توش بود، من رفتم انجام بدم دیگه. آره میگه که بریم. میگه که منم رفتم انجامش بدم. بازی وایب جالبی داشت، رفتم توش. دیگه نمیدونم داستانش چطور باشه. این چه وایبیه؟ چرا؟ ولی خیلی دوبودیه. خیلی بازی به نظر من بازی ترسناکای این شکلی قشنگه. بازی ترسناکای این شکلی خلاصه قشنگن چون گرافیکش اونقدرم بالا نیست. یه افکتی هم روی صفحه هست که مثلا ترسناکترش میکنه. امیدوارم که آسیبی به چشمون و مانیتور نزنه. هی آقا ببخشید من دنبال یه خونه میگردم. فکرم که من تو هم میخونم. نه آقا چرا داره بسته کلاب فرو میکنه تو جا پستیش؟ بسته کلاب نمیدونم. بریم ببینیم. داستان بازی نمیدونم. کلاب یعنی خوراکیه. اینا اونجا هم تبلیغاتش هست. یعنی خوراکیه کلاب داش کلاب دست نمیدونم اسم یه شرکت خوراکی سازی آخه نمیدونم. شبیه بسته کورنفلکس. در سلاش خور میشه باز. عجیب. اینطوری باید بازش کنیم. باید موسو تکون بکنیم. برای کله 20 تو بیار جلو میکروفون صدا تو بگیر. نمیگیره این صدامو؟ میگیره ولی ضعیف. میگه که find Maxim's house. دو تا خونه پایین تر دیگه. یک داشت همین اسکول پلشت. اینا بابا اینه دیگه. بابا چرا ما ایرانی ها به اون میگن دو تا خونه پایین اینا داره میگه کدوم گوری داری میری؟ اینه؟ بابا همینه دیگه اسکول. بابا اون قلبی ها خود دوربین. برو در باز کن. برو توی یالله بگو. یالله. دارم چیز نیست خونه. صاحب خونه نیست. میگه که find the key in the backyard. یعنی توی حیاط پشتی بگرد کلیدو پیدا کن.
کیدو معمولا میذارن زیر موکت. I think this flower گفتی زیر گلاست. گل هم دیگه داشت این گل نه اون گل. گل از دوش زیر گل بیان بیا گل. اینا میگه از این گل سبزا. آره تو داشت راجع به گل دیگه حرف می‌زدی. خب دیگه این گل هم همون سبز دیگه چه فرقی. یا علی زنگوله رو شنیدید بچه؟ اینه زنگوله. یه سوال از صدای بازی داره ضبط میشه دیگه خدا رو شکر. آره دیگه صدای بازی ضبط میشه. امیدوارم که صدا دوتایی نشه خراب بشه ویدیو، چون هم ما داریم صدا رو میشنویم از اسپیکر، هم گوشی داره ضبط میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا برق این سری نکنم زیاد بیاد؟ برق نداره آجی، برق نداره اونجا. یا علی یا غلط کردم. آها بابا داره میگه خونه هوشمنده، سنسور داره. اینو باید بخونم. سلام، ممنون که اومدی به خونه من. هاوس سیتینگ فکر کنم میشه مراقبت از خونه دیگه. میگه که ممنون از خونم مراقبت. مرسی داری میای. لطفا مطمئن شو که چک د میل باکس، یعنی صندوق پست رو چک کن. water the plants، به گیاها آب بده. throw out the trash، آشغالا رو بنداز دور. خب میگه که PS press Q to toggle the lights on off in every room. میگه هر داخل هر اتاقی کیو بزنین چراغا رو روشن خاموش کن. کنترل داریم، کنترلیه. میگه کیو باید بزنیم که روشن خاموشش کنیم. آره به کیبورد. خب اول از همه چیکار کنیم؟ میگه explore the room. سوال نفتیه خدا نمیدونم کیو بزن. دست دست میزنیم. کلپ گفتش اسم بازیم کلپ بود. اسم بازیم کلپ بود. نکن به این دیگه ربط بچه اتفاق خاصی نیفتاد، نگران نباشید. میمیک این یارو عشقه حاجی. یه میمیکی داره جواب دادش این سبز شد رکورد قطع میشه. میدونم حاجی چه میمیک لبا رو شما نگاه کن. اصلا لبا رو لب شطوری. آقا میگه کمک کنید. 25 سال سنشه، 170 LBS اینا رو نمیدونم. کمکال واحد اندازه‌گیری قد و وزن. کمکال زکسون. کمکال میگه لستین آرشی حساب کن. میگه لستین 23 سپتامبر 1984. داشت ما 2025 2024. نه ماجرای قدیمه، خود بازی برای موقع نیست. پارک میگه توی یه پارکی دیده شده wearing black sweater and black hat. میگه یه سوتر میشه چیز فکر کنم ژاکت میشه کنم مشکی و یه کلاه مشکی هم رو سرش بوده. He was doing house sitting service. میگه در حال انجام همین کاری که ما الان داریم میکنیم، از یه خونه مثل اینکه داشتیم مراقبت این پایین نوشته for any information that can help us fade to him please call his family. بچه به این شماره زنگ بزنید. هر کی داره ویدیو میبینه به این شماره زنگی بزنید بچه. ببینید کی برای بکنم شمارش فیکه ولی کدی هم این اولش باشه. شما با کد آمریکا بزنید. 0 چند 090 نمیدونم بزنید شما. خب بریم ببینیم. Missing house sitter sound like the being of mystery wonder
آلرایت. شما داری صدا رو میشنوید از داخل بازی. آره صدای اون ناسکان تیک میخوره برامون. داداش صدای اون آهنگ کیفی آهنگش رو من دارم میگم دقیقا. یه صدایی از بالا اومد. با تو هم کن برو گلا رو آب بده. میگه گاراژ این کازوی چی میگه؟ گلا رو آب بده. گاراژ grab the watering can. اینه watering can چی میشه اصلا؟ اسکول watering can داشت از این پشتم میشه رفت. چه کاری هست تو گاراژ؟ برو منی پشمام. حاجی دستان چارشونه یارو دستش هم بازوی تکون دست هنده. بازوی دست حالیشوانه. گروه خوردم ناموس. نه یاد یه نفر باید فریزر خاموش شد. آب ناتمام برعکسشون ببینیم چی. ای بابا برعکس بوش میشه با این میره. اوه اصلا چرا پر نمیشه؟ یه صدای پای اومد چه شنیدید؟ میگه صدا داد. یه صدای از پشتمون اومد جی. صدای راه رفتن. چی نیست چی نیست. Get grab trash from kitchen که آشغالا رو از آشپزخونه برده. چه خونی کثافتی داری. استخون نگاه کن تو رو خدا. استخون نیست. یکی شوتش کرد. عجب احمقیه. دیگه ریدم تو قیافت. یا من جلو استاپ ناموس احمق. سیکت ناقصی آمایی بریم بیمارستان. لبت کجه قیافه رو کن شبیه احمق. یه هفته صبح برعکس میمون. ریدم تو قیافت. ریدی تو قیافم. You scared the shit out of me. میگه که انتیلیکس منو ترسوندی. این میگه که who are you؟ تو کی هستی؟ ناموس منو ترسوندی. به خودم چیز میگه که من مدیر ریستولینو فدرال مدیر FIB مخفف این جمله میشه FIB. I need to ask you a few questions. من نیاز دارم که از توی چند تا سوال بپرسم. بی تربیت بیاد. Oh share what's this about? There have been چرت و پرت داره میگه خلاصه. میگه مثلا اینکه یه سه چیزای عجیب دیدیم اینجا. آی داشت من فقط داشتم آشغالا رو مینداختم. میگه من فقط داشتم آشغالا رو میبردم بندازم. Are you sure؟ مطمئنی؟ اینجا چیزای مشکوکی دیدی. آره میگه که
مشکوک از این محله چیزای مشکوک باش از تو مشکوکتر قیافه این نمیدونم چی کاری میگه. اینکه من فقط میخوام برم آشغالا رو بندازم میدونی؟ آلرایت باشه باید کیپ یور من مواظب خودت باش دوست در میگه که فقط چشم و گوشتو باز نگه دار. We need to get to the bottom of this. اینکه حواست به خود باشه، یعنی در واقع چشم و گوشتو باز نگه دار. Of course we'll do thanks. اینکه انجامش میدم ممنون. No problem. Stay safe out there. آشغالامون هم ما انداختیم. آشغالا رو ترسیدم چی بود پشت اون یارو. آجی برو یارو رو بزن دیوسو. منو میزنی؟ یارو بزن همین بزن تو پس کلش پس کله تصور. غلط کردم مرد کشته شد. یارو مرد چرا پاش رفت سکیده. خوب داشت به خدا غلط کردم مامور حس کنم نباید میکشتیمش. مامور افایبی هم بودن ده حس میکنم 100% نباید میکشت. این چه آشغال نافوری میدادی به ما بس تو نمیرخت. آخ برو تو میدونی چی بود؟ نیدی؟ واو این دیگه چی بود اینجا؟ دست برو دست بزن یا علی آهنگ کلیپی شروع شد. این پیتزا و این کوکاکولا چی میگی؟ باید سام یه چی از اینجا رد شد نمیدونم حالا. داشت این پیتزا چیه رو موقع؟ دوباره اینجا رو چک میکنم ها. یاد باشه هرش تو ادیت اینجا رو چک کنیم دوباره اسمم یه چی رد شد. واجی همه چراغا خاموشه. رو علی آجی صدا میاد. میشنوی؟ خدا بس دیگه نشکام زفت خط شد. قسمت حساس ولی 3 دقیقه ضبط نیست. خوابم میاد کل قسمت حساس ضبط قطع شده جی. خوابم میاد. چرا ضبط قطع شد؟ دوباره از اول بگی. آره این عکس اونجا نیافتاده بود. اتاق دیگه بود. همین اتاق بود. چرا چند ساعت 2:43 شب چراغ شد چشمک میدم. تلویزیون برفکی شد. یکی اینجاست. یو علی یا اول فصل خوب شد اینو دیگه ضبط اینو دیگه ضبط کردیم. وای تلویزیون برفکی کنترل هم نیست. 20 بیایم بیرون بود. برو پایین بریم. what was that؟ این دیگه چی بود؟ این چه کوفتی بود؟ یا علی چرا صورتیه؟ اوه شت در شهونه شت آجی جای پنجه است. یا علی ما اول بقیه نه برو تو پایین میخوای بریم؟ برو تو این 20 او اردک اردک های من دست این یارو رو دیدم ترس. وای
برای خاموش کرد این جعبه کلک اینجاست. اینا چیه؟ پوست ایوونه اینا بازم. یه همون هم بغل پنجره دختر همسایو. برو بیرون یا علی. تو نری بیرون. اینجا هم پنجه زده. حاجی ریدم. این دیگه چی بود؟ حاجی ریدم. این دیگه چی بود حاجی؟ حاجی ریدم. برو اتاق چک کن. بریم. حاجی دست بزن. این چی بود دیگه؟ مرده؟ بابا پسر همسایه است به خدا. نه. خب ادامش. پایین نمیشون بریم. چرا اینجا باید چیزه باشه؟ حاجی چی بودی؟ ولی این دیگه هاشی شاخون که رابرت داکی میره دوز اردکی چی بودی؟ آیا زفت قطع نشه اردک رو بردار. حواسم هست بزن بندازیش کنم اسکل. 2 بار صدا فرار کن. رد کرده فرار کن. برو مصطفی. وای چیکار رو هم میکردیم؟ در پشتی هم باز نمیشد. ریترکل چک پوینت. تلویزیون که برفکیه. چون من دوباره دارم همین میگم. بلند شو بریم. کنترل کجا رفت؟ داشت تو کنترل گیری رو کنترل. اها کنترل اون عارف بود. داشتیم فیلم چی بود؟ اسکرین شات با F12 میگرفت. داشت خب چرا میای اینجا دست می؟ برو راه تو برو. ناموس در چرا رفت زیریم دیگه نمیتونم. خدا رو بردار میگی ایوز آها نگو برقوشا نمیتونه اوه نه میرفتم توش نگو یارو نمیگیرد و ما خودمون باید بریم توش. اردکی رو زجاج داد. میگه فرانت میشه جلو دیگه، در جلو. بعد دونه دونه در رو تست کنیم فکر کنم.
چوری اگه یارو بیاد جلوی در ما نمیتونیم دوباره از اون در رو بریم که زجه میونم اگه یارو بیاد جلوی در ما دیگه نمیتونیم بریم اگه یارو بیاد جلوی در شما دیگه نمیتونیم بریم حتی زجهش هم بریم در باز میشه همون میشه همون نخواه بودیم باید چیزی باید بخورم بذاریم اینجا بندو ما شروع کنیم بودو اوه شت نکنه این احمق میگه دوباره باید برگرد آنم یکی leave the neighborhood محله رو ترک کن برو محله رو ترک کن دیگه ببینیم اونجا چیزی نباشه وای خدا رو شکر داشتیم فیلم میگرفتیم فیلم نمیگرفتیم همینجا میدادن مانیتور رو خوردیم چه راحت بود ما خیلی اسکل بودیم آخ چی میگه یکی دویدم تا وقتی که برسم به نزدیکترین ایستگاه پلیس وقتی که میگه که مارکو اونجا بود میگه که مارکو رو پیدا کردیم میگه که جسد مارکو رو پیدا کردیم توی خونش دیگه نه چی میگه استافت چی میشه میگه که مکسیم همونی بود که ما رو استخدام کرده بود آره میگه که stuffed in the trash bag outside stuffed چی میشه و چی بکنم داخل کیسه زبالش پیدا کردن their neighbors سو ولش کن بچه خودتون گوگل ترنسلیتش کنید اصلا حال ندارم دیگه نمیتونم چی میگه thanks for playing the first ever So you hear what the captain said earlier? Rumor has it that we're changing course. wish listing my next game میگه بازی بعدی که میخوام بدم و wish listت بدم Thought I'd get a little out. میخوام بازی بعدی اینو دیدی استون سنگ شده What in the world are you doing? آقا مرسی از این که دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید خیلی جا قد شد آره ولی من یه سوسکی درش میارم امیدوارم که خوشتون اومده باشه اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید اگه نظری داشتید حتما یه کامنتی بذارید برام که خیلی به من انرژی میده کانالمون هم سابسکرایب کنید که از این جور ویدیوها زیاد قرار توش بذاریم تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار